همون بستنیه که هر روز تو اکسپلورتون میبینین و سازندش تقریبا میتونیم بگیم چینه و بستنی میهن اومده اینو ساخته و قیمتش هم 100,000 تومان. خب بریم برای آنباکس. کنده نمیشه. رولز رویس. این از بستنی انبه که آقای فیلم بردار بیا جلو، کیفیتش هم اینه و آخرش هم یه جاهلدوری برامون ساخته آقای میهن که میتونید پشتون اینجوری بذارین و فیلم تماشا کنید و حتی دو طرف است، 4 طرف است، نه 2 طرف است. خب بریم برای خوردن بستنی. بستنی میهن که انبهی هست همون طعم، فقط کردن تو پاشمون همون طعم، فقط یه دونه مد داره. تمام و نخرید. بای بای.